دوستان عزیز و مخلصان برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش، استودیوی سیاری مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش این زمان در مکان برگزاری مسابقات جمهوری اوید و گشتن جودو میان جوانان سالهای تولدشان 2000 و 2002 در مجمع ورزشی زرافشان ناحیه جبار سلوف ولایت سوق قرار دارند و ما رقابت ها را حالا منظور شما میکنیم که در وزن تا 66 کیلو اولین نیروسنجی زیر گروه بی آغاز گردید. گلوف از دسته خطلون یک که خلعت سفید دارد و زود بنابر سبب نادرست داشتنش اینجا هم شیدو گرفت. سیراجوف حریف او شهباز از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است. رقابت برای موفقیت در حالت پرتری به این ورزشگر به گلوف بسیار هم خوب میسر گردید، اما گلوف از این حالت خوبتر استفاده کردن نتوانست. اشتراک پهلوانان در اینجا بیش از 153 نفر را تشکیل میکند. در وزن 60 66 73 کیلو قوه آزمایی ها در روز اول جریان میگیرند و حالا جفت اول زیرگروه بی را ما معرفی کردیم. اینجا یگان امتیازی نیست و پهلوانانی که الان توجه دارند حالا باز هم از امکانیت نه، اما داور اشاره میکند که گلوف در این مبارزه اندکی باز هم فارغ بالی کرد و دومین شیدو را داور به او منصوب دانست. پهلوانی دسته خطلان یک از شهر باختر است. سیرالدین خلعت سفید دارد. معلوم است که اندکی از اسلوب و استفاده عملهای جودو به طور کافی برخوردار نیست و اکنون باز هم مبارزه را میبینیم که اندکی به نفع پهلوانی دسته شهر و ناحیه های مرکز سیراجوف باز جالب تر هم می شود. توجه البته بیشتر امروز هم برای قوی کردن هیئت منتخب جوانان کشور است، طوری که ستاد مربیان هم منتخب جودوی کشور هم جوانان مملکت محمد مراد عبدالرحمن و شیرعلی بازارف و سرداور مسابقات هم در صحبت پیش از آغاز رقابت ها سرداور مسابقات جمشید خلیلوف استاد ورزش درجه بین المللی با ما ابراز داشتن. امروز هم هدف تنها دریافت بهترین هاست و قوی کردن هیئت منتخب جوانان کشور. در مبارزه هر دو پهلوان بررسی حرکت های بهتر را ما تاکنون نمیبینیم. پهلوان خوتالان بسیار هم با گشتن میلی رغبتش زیاد است. این رو هم از این عمل، از این حرکت هایی که ما مشاهده میکنیم باز هم میتوانیم دوباره ثابت سازیم. حالت لدهی دست انجام نمییابد. شهباز سیراجوف خیلی فعال هست، پهلوانی خلعت کبود داشته و در مورد البته هنری تصادفی سیرالدین ما گفتیم که این پهلوان بسیار هم رجوع میکند برای حرکت های غیری قاعده گوشین جودو که این در گوشین میلی ما بیشتر معمول است، یعنی استفاده اشان رایج است. از این برمیآید که جوانان خوتالان باید که در مسابقه های سطحشان اندکی بلندتر در مملکت شرکت ورزند، از بند و اسلوب از قاعده های جودو پورا برخوردار باشند که در رفت مسابقات با چنین اشتباه راه ندهند. فکر میکنم باز هم شیدوی سیوم پهلوان خطلان رو تهدید میکند. سیرالدین رو که خلعت سفید دارد، اما عملی
شهباز سیراجوف حالا هم نتیجه بخش نبود. وقتی اساسی خاتمه یافت شهباز رو مجبور است که باز مربیش توصیه دیگر دهد در وقتی اضافه امتیازی طلایی. در مبارزه پهلوانان در دقیقه اول حالا هم یگان جالبیت به نظر نمی رسد. پهلوان خطلانی باز عقب نشینی میکند چون گفتیم به حرکت های غیر قاعده است. حالا هم باز سیراجوف در این جریان می توانست که وزری و این امتیازی طلایی بود. امتیازی طلایی بود. سیراجوف در ادامه رقابت و ما در وقت اضافه توانست که در نهایت مطلب خود را عملی سازد. سیراجوف از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. حالا توجه میکنیم به همین عمل پهلوان. سیراجوف که چگونه با اصطلاح ملنیتسه این حرکت رو خوب هم استفاده کرد و بعدا تا به نقطه نهایی رسانیده توانست و همین بود ترتیب سبقت و جالبیتی که ما در مبارزه این دو پهلوان مشاهده کردیم. شهاب الدین دلمرادزاده با خلعت کبود به میدان خواهد آمد. توجه میکنیم اکنون به این رقابت. اصول سرکیت اما اینجا هم پهلوان دوشنبه شهر ورزشگری سوغدی رو نتوانست که در یک فرصت یک لحظه بهتر هم اینجا با همان اصول جالبش مغلوب سازد. هیئت منتخب جودوی جوانان سوغد را دستپروران باشگاه‌های ورزشی زرافشان، لنگلیف، واریسان از ناحیه مسجح تشکیل میکنند و از شهر خوجند هم امروز ما مدعیان رو میبینیم اما خیلی کم. رقابت ادامه مییابد. عملهای پرتری مشاهده می شود که از جانب دلمرادزاده پهلوان سوغدی خیلی هم با جرأت و یک تابش غیر مقرری عملی می شوند. عملی نشدند اما اجرایش آنها حالا نتیجه بهتر هم به بار نآورده است. تا این خاتمه دقیقه اول حالتی راست بودن. دلمرادزاده باز امکان دارد که به کوشش های دیگر در حالت پرتری گذارد اما چنین نمی شود. فیض‌الدین صدرالدین زاده با خلعت سفید حرکت هایش هم باز آنقدر طبعی دل نیستند. داور مجبور است در این جریان که صورت افزایی و حالت بله چنین هم شد. دلمرادزاده از شیدا گرفت. از میدان بیرون برآمدنش اینجا هم از همون نقطه معین غیر قاعده است. نظام درست رقابت ها بار دیگر ثابت می‌سازد. اینجا وزری صدرالدین زاده خیلی از اشتباه حریفش خوب استفاده کرد. درستی این حالت رو ما فرصت داریم که اندکی توجه کنیم ببینیم که سر سیوجی حلوک داخلی رو در همین مورد خیلی خوب استفاده کرد صدرالدین زاده و باز مبارزه رو هم نوابسته از داشتن وزریش پرشدت تر میکند. دلمرادزاده توجه میکند البته به عملهای پرتری، یعنی بیشتر چون اطلاع داریم که به گشتین سم با هم رغبتش
ҳангоми наврасӣ бештар буд ва гузаштанаш ба ин марҳила ба гӯшини ҷудо андаке амалҳои қаблии самборо ҳам нишон медиҳад. боз ҳам вазари ипон. бале, дар ин мубориза ҳам Садриддинзода Фазлиддин хуб ҳунарнамоӣ кард. ин дуюмин имтиёз, дуюмин вазари Садриддинзода Файзиддин буд ки дар раванди мубориза ҳунараш ҳам хеле хуб ба назар расид ва ин паҳлавони шаҳри Душанбе аз марҳилаи аввал бо муваффақона гузашт. Камолов мадарат Ҷаҳонгир, ин чеҳрае ки он қадар ба мураббиён ҳам ошно нест, аз дастаи Хатлон 2 аз Куллоб шаҳр аст. ва Зариф Назриевро мебинем ки ҳайати мукаммали дастаи Хатлон 2 ро ҳам ба ин мусобиқот сафарбар карданд. Азим Асадов аз шаҳру ва бале ки чунин лаҳзае ки аз дастаи Душанбе, аммо инҷо ҳам дар сурат маҷлис шояд иштибоҳӣ бошад ки шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ навишта шудааст, аммо дар табло ин нафар дигар минтақаро муаррифӣ мекунад. биед беҳтараш акун таваҷҷӯҳ кунем ба рафти мубориза дар амалҳои партери ҳарду паҳлавон. имрӯз аксари нерӯсанҷиҳоро доварони ҷавон ҳакамӣ мекунанд. ин хуб аст. албатта федератсияи гӯшини ҷудо чун семинар машваратро ҳам дар мавриди такмили ҳунари мураббиёни ҷавон ҳам доир кард. ин ба рафти мусобиқот бо итминон албатта таъсири нек мерасонад. ҳоло имтиёзе ҳам нест. Асадов имкон дорад ки амали дигар ла додани дастро дар ҳолати ҳаракатҳои болои гилем истифода кунад, аммо боз ҳам ҳарду аз рост нерӯсанҷиро идома хоҳанд дод. дар як ҳолати муқаррариянд бароси ҳарду. ҷаззобият бо ҳамон нигоҳдории фосила албатта ва баъдан амалҳои саривақтӣ инҷо сурат мегирад, аммо чунин нест. қариб 2 дақиқа пушти сар шуд. довар ба ҳарду шидод дод, ба ҳамон хотире ки чун баён кардем ки суратафзоӣ ва ҷолибият дар мубориза нест. Камолов аз ин вазъият аз амали Асадов ҳам хуб пайхас кард ки ҳалоки дохиларо истифода карданӣ буд. ин ҳолат ҳам барояш ба осонӣ бартараф шуд. шумораи иштирокчиёни вазни то 60 кило ҳам хеле зиёд аст ва 29 нафар паҳлавон имрӯз даъвои дарёфти ҷоизаҳои аввали вазни то 66 килоро дар мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷудо миёни ҷавонон доранд. ин ягон амали имтиёзовар ҳам набуд. کار چنین جریان گیرد داور مجبور است که باز هم خلاصه دیگر برآورد. این قریب اندکی برای کمالوف هم بختش بلندی نکرد که بدون ایست در حرکتش هم یک جالبیت برای دریافت امتیازی وزری پیدا گردد. انا همین حالت رو ایست بود، توقف 1-2 ثانیه. این حالت البته این عمل در همون لحظه راست بودن باید که مورد نظر قرار میگرفت که خاتمهش برقرار باشد. باز هم دوباره اینجا هم اسدов توجه میکند که در برابر مبارزه حریفش او هم فعال باشد. عظیم اسدов از شهر دوشنبه خلعت کبود دارد.
رقابت رو ما در این گلم براسی در نیروسنجی جفتی سیوم زیرگروه بی اونقدر مشاهده نکرده ایستادیم. ثانیه های بشمار 27 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. داور هم خلاصه‌گیری میکند نسبت به هنر کمالوف و اسدов و به اسدов شیدای دویم رو منصوب دانست. یک طرفه داشتن از سر آستین، حرکت های دیگر از میدان بیرون شدن، عملی رو در نیروسنجی وقتی اساسی اجرا نکردن، عقب نشینی ها، همه این هم به نفع کار و باز هم به ضرری اما عمل هایی که چون گفتیم پهلوان خواهد بود. در یک وقت این حرکت ها رو باید استفاده کند و از آن عمل های نالازم باید خودداری کند. اسدов دست را نمی دارد، چگونه موفق می شود؟ نه در جودو، نه در سامبو، نه در گوشینی ملی کلکی. این هم بسیار عمل است که حالتی راست بودن، از بالا کمربند را قوی کردن، اما بدون داشتن دست اینجا پهلوان در اجرای این عمل ها موفق نمی گردد. یک بران نتوانست باز هم اسدов کامیاب نشد در این لحظه. بسیار هم امکانیت خوب بود براسی. یک فرصت، یک لحظه تغییر دادن موازنت برایش نتیجه بهتر به بار می آورد. این را عظیم از دست داد. حالا در جریان مبارزه باز هم عظیم می خواهد که هر دو هم در یک حالتند، اما این مراتب حریف او پهلوانی خطلان اندک برتری هنر خود را نشان داد. بسیار هم حالت سازگار است ایپان، بسیار هم فرصت مناسب بود و در نهایت اسدов با این کامیابی دست یافت و با دوری دویم را خواهد گرفت. صدرالدین زاده حریف مرحله دوم مبارزه زیرگروه بی پهلوان شهر دوشنبه عظیم اسدов خواهد بود. توجه میکنیم به آخرین لحظه که چگونه اسدов از اشتباه حریف استفاده میکند. این حرکت های قبلی بودند و بعدا با این کوشش از این پیشتر بود و در نقطه نهایی اسدов و حریف را بسیار هم یک پرتافت خوب. اعظم نوریدینوف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز خلعت سفید دارد. دیدار قواتov این پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان با خلعت کبود است. توجه میکنیم حالا به حرکت پهلوان شهر و ناحیه های تابع مرکز، نه به کوشش ورزشگر ولایت مختار کوهستان بدخشان که الان عمل حرکت دیگری که با اصول بوقی کردن چون توجه میکنند. قامتش راست است. این از آن شهادت میدهد که اندک نوریدینوف پهلوان دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز دلپرانه در این جریان اعظم کوشش دارد.
اما این ابتدای مبارزه است که تنها 1 دقیقه پشت سر شد. پرتاب‌های جالب از جانب پهلوانان وزن تا 66 کیلو در مبارزه‌های انفرادی زیرگروه بی هم بررسی آنقدر عیان نیست. شیدو با نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدار قوتوف سبب عملی غیر قاعده‌اش رو هم خوب احساس میکند. پهلوانان دوشنبه شهر بررسی در اینجا زیادن. شیدو به هر دو پهلوان بنابر سبب فارغ بولی عمل نکردنشان در رقابت اول زیرگروه پهلو معذرت وزری و دادن عملی که خیلی هم در این جریان خیلی مساعدت کننده بود. وزری و نوردینوف هم بسیار چابکانه از این حالت خوب استفاده کرد و بعدا حریف رو با همان اصول لت دادن دست تسلیم کرد. توجه میکنیم به مهارت نوردینوف که چگونه در ابتدا این حرکت هایی که در جریان مبارزه داور جوان ناصر از شهر دوشنبه به او وزری بهاگذاری کرد و بعدا حالت دیگر باز بیاید ببینیم که چگونه همین ترتیب سبقت بدون ایست وزری و بعدا لت دادن دست رو در این جریان هم اوچیلدی و پهلوان دسته خطلون یک با خلعت سفید است. پهلوان بختری حالا توجه میکند برای امتیاز اول اما موفق نشد. یوسف زاده محمد از دسته دوشنبه خلعت کبود دارد. محمد را میبینیم که جرأتش هم خیلی خوب به نظر میرسد. در منطقه های کشور اگر با سطح و صفت بلند مسابقات در رشته جودو دایر گردد واسطه خوبی بهره‌ور گردیدن پهلوانان از قاعده های گوشین جودو خواهد بود. بسیار هم یک پوشنوکی خواست یوسف زاده یک عمل غیر عادی نشان دهد اما موفق نشد. از رقابت پهلوانان 1 دقیقهش پشت سر گردید. کمربند برای اوچیلدیوف امکانیت میدهد اگر دست رو دارد. مته امر داور است که باز هم به مرکز میدان هر دو دعوت کردند. عقب نشینی اوچیلدیوف هم برای شیدو زمینه به وجود می آورد اگر این عمل رو هم باز دوباره اگر استفاده کند. بله این حرکتی که باز هم نه به خاطر بیرون شدن بله همون حرکتی که بود این به خاطر به اعتنایی کردن خود این پهلوان ورزشگری خوتالان رو در نظر دارم. داده شد. دوباره به همین عمل رو استفاده کرد و به هر دو هم داور این مراتبه شیدو داد. یوسف زاده محمد 1 شیدو دارد اما در حرکت هایش ما اینجا هم صفت عمل های بهتر رو نمیبینیم براسی چون 1 مراتبه گفتیم که من پشتناکی ترتیب استفاده معمولی عمل خیلی تاریخی رسول باقیف رو اندک نشان داد. 1 طرفه داشتن
در جریان مبارزه برای چلدیو بسیار مشکلی به وجود می آورد. سلام علیکم. تشکر دوستان عزیز. گفتم و در نهایت همچنین شد. سیومین شد به پهلوان خوتالان و همین طور هم شد و یوسف زاده به مرحله دوم را خواهد گرفت. با اعظم نوردینوف پهلوانی که قبلا کامیاب شده بود در دور دوم رقابت خواهد کرد. کوشش ها در اینجا بیشتر بودند، اما فرصتی دیگری که اینجا باید البته همون فشار مبارزه پهلوانان برای همون عمل غیر قاعده ورزشگری که نیروسنجی را باخت منظور میشد، اما چنین نشد. نوروز حلیموف پهلوان خلعت سفید داشته از شهر کولوب است. فرخ حلیموف از شهر دوشنبه. هر دو هم نسبان برای پیروزی اول در زیرگروهی سی مبارزه برده ایستادند. هر دو هم در یک حالت مقرری قرار دارند. میخواهند کمربند رو دارند، موفق نمیشوند. داور بر ردیف همان عملهای پهلوان خوتالانی ضرور شمرید که اینجا شیدادی هست. ورزشگر شهر دوشنبه فرخ کامیاب نشد. در گلیم اول رقابت های پهلوانانی وزن 60 کیلو بسیار تیز و تند جریان دارد. در گلیم ما باشد جالبیت آنقدر مورد توجه نیست. وزاری با فرخ حلیموف داده شد. کفکوبی ها با ابتکاری مهارت بلند پهلوانان وزن 60 کیلو هست درستی. چون گفتیم در گلیم ما قدر جذابیت نیروسنجی ها به نظر نمی رسد. این از یک جهت. از جهت دیگر پهلوانان میزبان دست پروران مکتب ورزشی ناحیه جبار رسول خوب هنرنمایی دارند. ما از دست پروران کاخ ورزشی زرافشان که تعداد هوادارانش در اینجا زیاد است. بسیار هم فرخ پیش دستی کرد، حرکتی خیلی سرعت افزا را منظور ما کرد، اما این مراتبه برایش امتیازی نوبتی و زری نصیب نشد. فرخ میخواهد که نوروز هم نسب خود حلیموف را پیش از مهلت شکست دهد. این را در همان حرکت های هلوک بیرونش ما میتوانیم دوباره ثابت سازیم.
наврӯз ва фарух халимовҳо инҳо бародар нестанд, ҳамнасабанд. яке аз шаҳри бохтар, дигаре аз шаҳри душанбе. шидо ба паҳлавоне ки вазари дорад. ин фарух халимов, паҳлавони шаҳри душанбе, нафаре ки соҳиби имтиёзи аввалин аллакай ҳаст. аз боло ҳарду ҳам дуруст доштанд, аммо боз ҳам ба остини хилъати якдигар барои кӯтоҳ доштанаш таваҷҷӯҳ карданд. аз майдон ҳарду ҳам берун шуданд. наврӯз вазъаш мушкилтар мешавад, чунки фишори фаррух дар ин дақиқаи охирин боз ҳам зиёдтар ба мушоҳида мерасад. ҳаракатҳои партери ҳам аллакай чанд маротиба истифода шуданд. 33 сонаи дигар барои фаррух лозим аст ки дар даври аввал дастболо шавад ва ба марҳилаи дуюм барояд. шоҳида қаландароваро мо мебинем ки дар гилеми аввал дар вазни то 60 кило аввалин бонуе ки имрӯз ҳакамӣ мекунад. ва боз ҳам доварон, мураббиёни ҷавони мамлакат албатта боз ҳам шогирдони худро барои марҳилаҳои баъдӣ омода намуда истоданд. наврӯз кӯшиш дорад, аммо 10 сонияи дигар барояш мушкилӣ аз ин ҳам боз мушкилтар мешавад. ва фаррух бошад инҷо ҳам дилпурона боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунад дар раванди мубориза. акнун вақт анҷом ёфт. вақт анҷом ёфт ва наврӯз дар ин диддор комёб нашуд. фарух халимов бо ҳамон партофти вазарияш дар ин ҷараён муваффақиятро ба даст оварда тавонист. чӣ гуна ғалаба насибаш гардид? ҳоло имкон дорем ки дар ин ҷараён ин ҳолатро бубинем. ана ҳамин лаҳза вазари буд. довари ҷавон аз шаҳри душанбе инро ҳам холисона баҳогузорӣ карда тавонист ва баъдан идомаи рақобат бенатиҷа хотима ёфт ва тақдири рақобатро ҳамон як вазари ҳал кард. бо ҳамин тартиб мо чун мушоҳида кардем ҳолатҳои такрориро ва боз акнун бармегардем ба рақобати дигар, ба пуозмоиҳое ки моро албатта дар пеш аст. охирин нирӯсанҷии ин вазнро дар зергурӯҳи C албатта мо манзури шумо накардем, чунки инҷо зиёзода аз вилояти Суғд дар ин давр озод буд ва ба марҳилаи дуюм роҳ ёфт ки бо фарух халимов дар даври дуюм рақобат мекунад. ва иброҳим ҳусайнов ҳам дар зергурӯҳи D дар даври аввал озод аст. насим беков бо хилъати сафед алон дар майдон аст. дӯстони азиз, ва қодиров муҳсиншоҳ паҳлавони дастаи хатлон 2 хилъати кабуд дорад. мавсуф ба ёрии таъҷили тиббӣ ниёз дорад, фикр мекунам. бале, ба ӯ албатта кӯмак хоҳанд кард. бале, духтури мусобиқа
امروز هم ما میبینیم که اکثر اون چهره هایی که در همین مجمع ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولف تمرین میکنند در میان نورسان تعدادشان خیلی زیاد است. در میان جوانان هم پنجگانه بهترین الان در وزنهای 60 66 73 کیلو البته نامنویسند و ما باوری داریم که امروز این چهره ها این پهلوانانی که برای شامل شدن به هیئت منتخب تلاش و کوشش های بیشتر دارند، البته نفر سزاوار با افتخارمندانه به هیئت منتخب جوانان جودوی مملکت شامل خواهند شد. در این باره در ابتدای اطلاع دادیم که ستاد مربیان منتخب جوانان کشور و تیم ملی جودوی میهن هم در این مسابقات شرکت دارند و چندین مربیان با استعداد دیگر هم شیدا به پهلوان خود تلان دادن با قادیروف که عملش غیر قاعده بود. حالا بیکوف در ادامه مبارزه در روند نیروسنجی امکان دارد که حالتی به تخت پشت را نگاه دارد. در همین وضعیت سعید جلال سعیدو با پهلوان پاکستانی قرار داشت در یک مسابقات 108 با شکوهی که ما دیگر جای یک لحظه یادرسی آن رو هم نداریم. این وضعیت از جانب قادی رو برطرف گردید، اما اینجا هم بیکوف با یک متانت الکی مطلب خود رو هم عملی ساخت که وزری بها گذاری گردد از حسابی البته دریافت. یعنی همین حالت های جالب باز حالتی وزری پانین دویمین حرکتی جالبی بیکوف بود که با موفقانه بعد از سپری گردیدن 10 ثانیه خاتمه می‌یابد. نسیم بیکوف از خطاگی قادیروف محسن جان خوب استفاده کرد و در این روند 2 مرتبه حریف را هم در همان فرصت حالت مساعد و موافق پیدا کرد و غلبه به دست آورده توانست. عمل ها چگونه بودن؟ حالا امکان داریم که به این نکته توجه کنیم. حرکت هایی که در حالت پرتری بودن، انا همین فرصت یکی از که منظور ما میگردد و اکنون برای دوباره توجه کردن حالت به تخت پشت نگاه داشتن فرصت پیدا نشد، چون که نفران دیگر الکی اندر میدان شدند. فیروز جان زیایوف پهلوان سوختی خلعتی سفید دارد. عبدالمسلم قیومزاده از دسته دوشنبه لباس های ورزشی کبود به بر کرده است. جوانانی که اونقدر چهرهشون البته به همگان آشنا نیست، یک حرکت خیلی هم جالب بود. قیومزاده بسیار هم صورت افزایی دارد، حرکت هایش هم طبع دیلند نسبت به نماینده ولایت سوخت. زیایوف اندک فارغ بالی کرد و باید که چست و چالاکی را پهلوان سوختی از دست ندهد، چون که قیومزاده عبدالمسلم در روز نیروسنجی های مخصوص که سه شنبه و جمعه را هر هفته در بر میگیرد با دیگر نمایندگان باشگاه های ورزشی شهر دوشنبه پهلوان خلعت کبود داشته
که رقابتی بیشتر کرده است. حالا خیلی و خیلی خوب این رو در جریان مبارزه اولش در میدان امروزه نشان میدهد. آی 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 وزاری در مورد مهارت قیومزاده حرف زدیم، اما زیایوف بسیار خود را خوب نشان داد. اوپا وزاری هر دو هم صاحب امتیاز اولین شدند. براستی گمان نداشتیم که زیایوف زود اشتباه خود را اصلاح میکند و وزاری اولین را به دست میآورد و بعدا هم قیومزاده سریع وقت خطاگیش را اصلاح کرد و نتیجه را برابر نمود. اما این خاتمه کار نیست. رقابتی از این هم جالب را البته ما امیدواریم از این دو پهلوان. نتوانست، قریب بود اندکی. زیازاده اگر باز هم سرعتی عمل خود را اندکی بهتر میکرد، الکی در این جریان او میتوانست که صاحب وزر دویم شود. پهلوان شهر دوشنبه هم زود تلاش کرد. اندک اکنون رقابت ها تماشاباب می شوند. فیروز جان زیایوف خلعت سفید دارد. عبدالمسلم در ابتدا گمان داشت که زیایوف برایش یگان مشکلی به وجود نمی آورد. بسیار هم دلپرانه چند عمل و چند حرکتی خوبی خود رو هم بیشتر میخواست نشان دهد و بعداً چون دید که الکی وزری رو از دست داد، کار رو تماما دیگرگون کرد. رقابت رو، مسئولیت رو و نیروسنجی رو در میدان امروزه مسابقات جمهوریوی اوید به جودو میان جوانان. دقیقه آخرین فیروز جان و عبدالمسلم. قیومزاده دوباره هم توجه میکند. قیومزاده هم باز یک حرکت دیگر رو در حالت پرتری با تخت پشت نگاه داشتن. فرصت فرار رسید. بله، 2 3 4 5 6 7 8 9. اکنون این به وزر تبدیل می‌یابد که کار در این زمینه خاتمه می‌یابد. بله، یک وزری داشت قیومزاده و وزری دویمش با همان ترتیبی که در حالت پرتری به میان آمد و 10 ثانیه حریف رو داشت و دلپرانه پهلوان دوشنبه شهر از این مرحله به آسانی رها یافت و به دور دویم برآمد. قیومزاده حریف خود را بعد از چند لحظه خواهد البته فهمید. وزری که ابتدا بود، دومین کوششی که در این جریان ما مشاهده کردیم بسیار هم جالب‌تر بود. حرکت پهلوانان در ادامه نیروسنجی. قیومزاده بعدا اشتباه خود را اصلاح کرد. برایش یک وزر لازم بود که در ادامه مبارزه به دستش آورد.
بسیار حالت‌های جالب، لحظه‌های مساعدت کننده این نوریسنجی رو ما با هم دیدیم و با تخت پشت این دومین وزری بود. برمیگردیم به معرفی پهلوانان دیگر. کریموف خلعت سفید دارد، پهلوان شهر دوشنبه. شیروف ورزشگری که الان چون در خلعت او نسب دیگر است، اما پهلوان خلعت کبود داشته ابوبکر شیروف یک حرکت بهتر رو همینجا منظور ما کرد. و اکنون برای موفقیت حالا هر دو هم امکانیت زیاد دارند، چون که تنها بیش از 36 38 40 ثانیه نیروسنجی پشت سر شده است و خلاص. مسلمبek کریموف در وزن 66 کیلو آخرین مبارزه پهلوانان در زیرگروه دی در دور اول است. بعد این دور دوم رقابت‌های پهلوانان آغاز خواهد گشت در وزن تا 66 کیلو. تلاش هر دو پهلوان به برار است. 2 دقیقه پشت سر شد. داور هم اشاره میکند که باید در این مبارزه صورت افزایی و مسئولیت دوچند باشد. اگر چنین نباشد باز هم اینجا خوف شیدای اول هر دو رو تهدید میکند. مته هر دو از میدان بیرون شدن. داور اشاره دارد امر استید رو. به مهارت پهلوانان اگر توجه کنیم امروز هم البته در برخی از سبقت ها بسیار هم جالبیت جذابیت خوب به نظر می رسد. در برخی البته اندکی باز هم مشکلی، اندکی نقصی استفاده عمل های ثمره بخش جودو. ما از پهلوانان خودتلان رو که ما در این جریان شاهد بودیم. وزری شیروف دلپرانه وزری رو به دست آورد. حالتی باز هم به تخت پشت نگاه داشتن، البته چون پشت سرگردد بسیار هم مساعد است. اما باز ببینید که یک لحظه لط دادن دست، یک حالت دیگری که دوباره نمیتواند شیروف که اکنون پیش از مهلت کامیاب باشد. فرصتی به تخت پشت داشتن برای ابوبکر خوب به میان آمد. ابوبکر که هرچند وزری دارد اما حالتی استحکامی را خوب نگاه داشتن نتوانست. بعدا حرکتش برای لط دادن دست بود. در این جریان هم مقابل کریموف مسلمبek او موفق نشد. مسلمبek دستش اندکی آسیب دیده است اما با یاری تعجیل طبی این ورزشگر نیاز ندارد. حرکت های غیری قایدن البته در این لحظه که باید خود مسلمبek این رو هم خوب احساس کند. ابوبکر سراسیمه نیست چون که
برایش کافی است همین 14 ثانیه دیگر که وقت پشت سر گردد. ابوبکر هم یک کوشش دیگر نمود، اما 4 3 2 ثانیه دیگر با همین تمام میکنه. یک امتیاز زمان وزری ابوبکر رو در این دور غالب نمود. شرف از این دور موفقیت ضروریش رو به دست آورد و به مرحله دوم راه یافت. شرف چگونه موفق شد ما حالا از نمرهای تدریجی می توانیم این رو دوباره منظور شما کنیم که در رفت مبارزه شرف هم حالت به تخت پشت نگاه داشتن رو از دست داد و مجبور شد که حالت لدهی فرصت مناسبی تسلیم کردن حریف رو هم خوب استفاده کنند. اکنون ما رقابت های دیگر رو منظور شما میکنیم دوستان عزیز. رحمت اللهیف فردوس رحمت اللهیف از دسته خطلون 2 با خلعت سفید است. این ورزشگر نماینده دوشنبه ایسایف را مغلوب کرده بود. و سلیمانوف باشد پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان. میرزا ایوب زاده پهلوان سوختی را پیش از مهلت شکست داد و سلیمانوف به مرحله دوم راه یافت. رقابت اولین دوری دومی وزن تا 66 کیلو در مسابقه جمهوریوی آید به گوشین جدا میان جوانان سال تولدشان 2000 و 2002 آغاز شد. این چهاربینی با شکوه جمهوریوی در کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف جریان دارد. قبلا ما اطلاع دادیم که اینجا هم 18 نفر مربی با استعداد در رشته‌های مختلف گوشتین به شاگردانشان تمرین می‌دهند. از این بارگاه هنر البته قهرمان‌های جهان در رشته کمربندی، برندگان جایزه‌های افتخاری در گوشین جودو، سامبو، گوشتین قزاق کورش و دیگر نوع‌های گوشتینی که در اینجا فعالیت می‌کنند خیلی زیاد تربیت یافتند. سلیمان زاده سلیمانوف که در دیدار اول به آسانی غلبه به دست آورد و رحمت الله هم در رقابت اول همون نتیجه وزری او رو به این مرحله دومی نیروسنجی ها آورد. در استفاده عملهای پرتری هر دو هم تنقیسی میکشند. این از آن شهادت میدهد که پهلوانان فقط به همون عملهای بهتری حالت راست بودن توجه دارند و پرتر در تاجیکستان براسی در گوشین جودو بسیار هم تنقیسی های زیاد دارد، مشکلی های زیاد در این سمت به نظر میرسد. کل مربیان را لازم است که بیشتر البته برای تقویت این عملی استحکام بیشتر توجه کنند. شیدو به سلیمانوف داده شد. انتخاب پهلوانان بسیار مهم است. چهره های ارزنده البته فکر میکنم هر یک رقابت باید تحت نظارت جدی
ستاد مربیان قرار گیرد. در نیروسنجی پهلوان خودتالون و بدخشان ما براسی یگان زیباگی گوشتین جدا را نمیبینیم. سلیمانوف دومین شیدا میگیرد. بسیار هم حرکت جالب. وزری به سلیمانوف داده شد. رحمت الله فشار آورد که حریفش دو شیدا گیرد. بعدا سلیمانوف خطاگی خود را هم خوب اصلاح کرد و خال ضروری را در وقتش صاحب شد. کمربند درست کردن خلعت برای هر یک ورزشگر مهم است. جدا فلسفه خود را دارد. باید خلعت، کمربند در همان حالت آماده باش یا حالت طبقی همان طلبات صورت گیرد. اگر اینو ما قیاس کنیم وزری اینجا هم باز دوباره وزری و سلیمانوف هم خیلی خوب هنرش درخشید و توانست که صاحب دو وزری گردد و در دیداری دوم وزن خویش هم غلبه به دست آورد. سلیمانوف براسی بسیار هم تلاشش در جریان مبارزه همان در 1.5 دقیقه آخر بیشتر شد و توانست که با همین حرکت های جالبش صاحب دو وزری شود و غلبه صاف را پیش از مهلت به دست آورد و به دور سیوم راه خط گیرد. غالب این جفت در سبقت اولین چهاریک نهایی با سلیمانوف پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان رقابت خواهد کرد. خیرالله نظریف خلعت سفید دارد. نظرف را ما هنرنمایش را در دوره اول دیدیم که نظرف نکروس امانوف را مغلوب کرد، پهلوان شهر دوشنبه را، و به دور دوم برآمد. خیرالله نظریف نماینده دوشنبه شاهرخ را شاهرخ سید محمد را خیرالله نظریف در دور اول شکست داد و با همین نتیجه هر دو اشتراکچی دور دوم مسابقات امروزه شدند. غالب این جفت را سلیمانوف انتظار است. خدای بخش سلیمانوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان غلبه پهلوان را نوکت ما دیدیم. حالت پرتری عملی که برای نظریف بیشتر امکان پذیر است که حریف را تسلیم کند. شیدا با برای یک طرفه داشتن پهلوان شهر و ناحیه های تابع مرکز نظرف. سیاوش نظرف اینجا اندک فارغ بالی کرد. دویمین شیدا برایش. ببینید که در رفت این سبقت همه عملها مورد نظر است. پهلوانان باید این را خوب دانند، نه تنها در این میدان، اینها که
جودوی توجیکستان رو در عرصه جهانی معرفی می‌سازند باید از بند و اسلوب و عملهای معاصر گوشین جودو پوره برخوردار باشند، چون که بعدا اینها البته به هیئت تیم منتخب جودوی کشور شامل می‌شوند. اینجا بسیار هم اشتباه است. به نظر باید سیومی شیدو هم با سر اینجا هم برقصدانه حالتی که خیلی هم نگرانی بود. یک جهان تشکر، واقعا همچنین هست. بله یگان جای گفتگو نیست. خنساک مک وعده که ورزشگر به سر می افتد اینجا هم دقیق بود و این رو هم داور بار دیگر ثابت کرد که نظر بنده بدون اشتباه است. نظری به این مرحله معذرت، بله چون از خطاگی بیشتری حریفش هم استفاده کرد. به میدان باز سیراجوف حالا وارد می شود. سیراجوف در دور اول نماینده دستای خطلان یک را شکست داد. سیراجوف در این دور با خلعت سفید حالا در میدان است و امامعلی نورعلی از دسته دوشنبه پهلوان خلعت کبود داشته در دور اول آزاد بود. رقابت های انفرادی وزن تا 66 کیلو رو ما با هم تماشا داریم. سیراجوف یادآور میشویم که سیرالدین گلوف را در دور اول مغلوب کرد، پهلوان خلعت سفید داشته، و امامعلی نورعلی بدون مبارزه چون در یک دور آزاد بود و در مرحله دوم اندر میدان شد. با تلاش پهلوانان البته نظر افکنی میبینیم که اندکی در ملکه ورزشگران خودتلان و سوخت تنقیصی جهت اجرای عملهای معاصر گوشین جودو به نظر میرسد و این در نیروسنجی های پهلوانان شهر دوشنبه براستی خیلی خوب است. این از آن دلالت میکند که استادان کسبی، مربیان با استعداد در پایتخت در این سمت کارا خوب بر راه میمونند. این سببش همان شرکت پهلوانان در روزهای مخصوصی نیروسنجی های انفرادی سه‌شنبه و جمعه هر هفته. شیدو با امامعلی داده شد. امامعلی نورعلی پهلوان دوشنبه شهر که چون گفتیم خلعت کبود دارد. تلاش باز هم ثمرآور بودنش از صورت افزایی هنری پهلوانان درک میدهد. فکر میکنم که اینجا یک لحظه بود که اندکی هم افضلی و برتری مهارت را ما میتوانیم که دوباره منظور شما کنیم. به توجه میکنیم چگونه این حالت به وقوع پیوست. در حقیقت هم سیراجوف یک فرصت را می توانیم که دوباره منظور کنیم. به توجه میکنیم به حالتی که من فکر میکنم وزری بود.
بله اورنجش هم اندکی تکیه به همون امتیاز، به همون فرصتی خیلی هم مساعدت کننده هست و ضری من فکر میکنم، اما در صورت حالت تکراری نواری دوباره را منظور کردن میتوان این رو اثبات کرد. اما این رو خودی به صلاحیت کاری داوران است. ما میتوانیم در ادامه مبارزه از ضیاءالدین سفر و همچنین کارگردان خواهش میکنیم که این لحظه را یک بار دیگر منظوری ما کنند و اکنون رقابت باز هم ادامه یافت بدون امتیاز. در صورتی البته باز هم دوباره توجه کردن از نوارهای با تدریج چند پهلو میتوانیم فکر را باز هم دوباره تصدیق کرد و بگذاری نظر بنده با شاید اشتباه کنم یا شاید نظری که از این دوربین های خیلی صفتشون بلند اگر داور توجه میکرد شاید فکرش هم دیگر میشد و بیا توجه میکنیم به ادامه رقابت. نه تنها داور بلکه هر یک فرد هم میتواند در اینجا اشتباه کند. شیدو سیراجوف هم اشتباه کرد و شیدو گرفت. هر دو صاحب یک آگاهی اند. نه با امتیاز برابر نیست. با مرکز میدان باز هر دو هم جلب می شوند. دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان. دست اکنون اینجا امام علی باید دست رو مشخص دارد اما این کار رو سامان نمیدهد و موفق شدنش هم در گمان است بدون داشتن دست، چون این عملها ثمرآور انجام نمی‌یابند. پانزده ثانیه وقت به امتیاز طلایی شاید کشال یابد. اینجا هم تلاش و مبارزه پهلوانان که در 4 دقیقه نتیجه بهتر با بار نآورد. حالت یسیکومی هم از دست رفت. گلدن سکور. اکنون باز متوجه میکنیم به همون وقت اضافه امتیازی طلایی دور دومی رقابت های سیراج و پهلوان خلعت کبود داشته امام علی. امام علی نورعلی چون در این باره ما گفتیم اندکی توجه به همون عملهای پهلوانان در ادامه مبارزه میکنیم که به پرت رجوع کردند اما موفق نشدند. امام علی نورعلی شیدو میگیرد چون این هم باید باشد. وقت را کشال دادن، عقب نشینی کردن، اینجا هم چون به همون مسئولیت و باز هم یک نظر عمیق داور باز اینجا هم باید زود معین شود چون این هم شد. جدا بسیار زیرکی، چابوکی مسئولیت رو طلب میکند. هر یک عمل اینجا هم ثانیه های به شماری خود رو دارد. شیدو باز هم با ورزشگری
شهر و ناحیه‌های تابع مرکز سیراجوف. شهباز سیراجوف شیدو گرفت. هر دو هم باز از امتیاز محرومند و هر دو هم دو شیدایی دارند. مته امری داور است. مبارزه دوباره پهلوانان البته باز در وقت اضافه. نیست عمل جالب. کمربند رو امامعلی نورعلی اکنون درست میکند. فکر داور اینجا هم به نقطه همان نهایی میرسد فکر میکنم. در مورد البته باز هم پسیوی اشتباهی که زود بالای یک لحظه اینجا هم توجه باز هم به سرداور مسابقات جمشید خلیلوف داور جوان دوشنبه شهر ناصر نسبت به نیروسنجی هر دو پهلوان سیراج و امامعلی نورعلی. در ادامه مسابقات ما البته شاهد باز نیروسنجی از این هم جالب تر خواهیم شد. و زاری در نهایت همین فرصت در وقت اضافه در امتیاز طلایی ثمره دلخواه برای امامعلی نورعلی به بار آورد و اینجا هم توجه برای دریافت امتیاز بیشتر بود و از چی باشد که داور این حالت رو هم باز دوباره مورد بحث و گفتگو قرار میدهد و بیاید باز دوباره توجه میکنیم به ورزشگر به حالتی که دوباره اینجا امامعلی نورعلی رو منظور کردن. بار دیگر یک بار دیگر اگر ما همین حالت رو ببینیم امامعلی نورعلی بیاد چگونه حرکت براستی اینجا من فکر میکنم بیاد یک بار دیگر امامعلی نورعلی اینجا هم توجه کردم و حرکت آخرین از جانب حریفی او بود. این فکری من است و با همان اشاره که هرچی بود و بود امامعلی نورعلی در اینجا غلبه به دست آورد و به مرحله 4-1 نهایی راه یافت. به رقابت دیگر توجه میکنیم. صدرالدین زاده نماینده شهر دوشنبه فضلالدین صدرالدین زاده خلعت سفید دارد. اسدوف عظیم پهلوان شهر و ناحیه‌های تابع مرکز خلعت کبود به بر کرده است. شاهد قلندر و برنده مدال برنجی مسابقات با نفوذ قاره آسیا در گشتن جدا
بانویی که الان تاجیکستان رو هم در مسابقه های سطحشون با شکوه معرفی میکند. غالبان باقی ماندن نفران ناکام اکنون از ادامه مبارزه محروم شدند. یادآور میشویم که صدرالدین زاده این پهلوان در دور اول دلمراد زاده ورزشگر سوختی را شکست داد و عظیم جان اسدов در مقابل جهانگیر کمالов پهلوان دسته خطلان 2 دست بالا شد و با این دور راه یافت. با سبقت 4-1 نهایی اکنون جفتی دویم حالا مبارزه برده ایستادند. البته جفتی چهارم در مجموع، اما در سبقت 4-1 نهایی حالا بعد غالب این جفت الکی دو جفت معین میگردد. یعنی سلیمانov با نظریف در جفتی اول نیرو میسنجد، امام علی نورعلی غالب این جفت را انتظار است و بعدا در گروه سی و دی باز هم 4 رقابت دیگر برای معین کردن غالب دو جفت تلاش خواهند کرد. کشمکشی های به نتیجه در حالتی راست بودن امکان پذیر است، حالا که بیرونه برای اما نه برای اسدов. اسدов این کار را باید خوبتر داند که حرکت بدون داشتن دست، بدون خلعت از همون عملی که باز هم کوتاه‌تر برای اورنج باشد غیر امکان است. مادام که امتیازی ارزنده میخواهی، البته رعایت همان اسلوب و عملهای معمولی جدا اینجا حتمی است. شیدو دور گردیدن با این حرکتی که شاهده قلندر و اشاره میکند باعثی همان سرزدن اشتباهی صدرالدین زاده گردید که شیدو گرفت. از تنتنه سبقت های چمپیونات تاجیکستان در کشتی جودو بیرون از شهر دوشنبه بار اول استودیوی سیار تلویزیونی ورزش انعکاسی همه نیروسنجی ها را تصمیم گرفتند که این هم در وسایط اخباری عامه تاجیکستان یک پدیده نیک محسوب می‌یابد. برای همه این شرایط امکانیت های مساعد از همان عمل سازی برنامه های مشخصی رشد ورزش، کنسپسیای ملی و باز هم دیگر عامل های تحکیم دهنده ساحه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردند که ما البته باز دایره فعالیت خود را در جریان سبقت ها باز هم فراختر میکنیم. نوارهای تدریجی با سطح و صفت بلند انعکاس و هر لحظه بحث برانگیز رو هم با تکرار نمایش دادن. البته این هم باز هم نعمت زمان صاحب استقلالی کشور است و رشد تجهیزات معاصر در مملکت. از جانب صدرالدین زاده و اسدов یگان عمل بهتر تا آغاز دقیقه 4 به نظر نرسید. شاهده قلندر و داور درجه جمهوریوی حالا هم یک امر استید میگوید. اینها باید صورت افزایی کنند. اینها باید با یک مسئولیت خیلی جدی در این 30 ثانیه وقتی باقی مانده متانت خود را هم منظور تماشابینان نمایند، اما چنین نیست. باز هم کار با همان وقت اضافه امتیاز طلایی می رود. اگر 22 ثانیه ثمر آورده
نتواند. هر دو هم در یک حالت خوبند. آی 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 خیلی هم خوب عمل صدرالدین زاده بود. در چنین حالت امتیاز نیست، اما اندک پیشتر ما چگونه دیدیم که پهلوان عمل را استفاده کرد. وقتی که موفق نشد حریف او زود حرکت دیگر را خاتمه داد. نمیدانم از چی سبب بود، اما بالکل اینجا وزاری و واقعا هم در امتیاز طلایی دیگر حاجت به ادامه مبارزه نیست. صدرالدین زاده امتیاز طلایی رو 3 تا نیده توانست و با امامعلی نورعلی این پهلوان البته قوه آزمایی خواهد کرد. صدرالدین زاده پهلوان دسته دوشنبه. فیض‌الدین زاده صدرالدین بعد که وقت کشال یافت کار به همان امتیاز طلایی رفت و صدرالدین زاده توانست که از حریف امتیاز ستاند و اشتراکی مرحله 4-1 نهایی گردد. انا همین نتیجه متوجه میکنیم به رقابت دیگر. قوه آزمایی های 8-1 نهایی که چون گفتیم برگزار شدند شده ایستادند و الان هم 4 جفتی دیگر. الکی در 2 جفتی سبقت 4-1 نهایی پهلوانان حریفان خود را پیدا کردند. سلیمان بانظریوف امامعلی نورعلی با صدرالدین زاده رقابت میکند. حالا نوریدینوف اعظم و یوسف زاده محمد در میدان رقابت کردند که نورعلی فلکی صاحبی وزاری 2000 ایپون در دقیقه اول. نورعلیف پیش از مهلت بسیار هم نوریدین و معذرت میخواهیم نوریدینوف اعظم جان در این رقابت خیلی خوب هنرنمایی کرد و با واخوری 4-1 نهایی برآمد. بسیار هم فرصت مناسب، بسیار هم لحظه های حساس و جالب را ما دوباره تماشا داریم. برمیگردیم به ادامه گزارش خود. توجه میکنیم به رقابت نوبتی. فرخ حلیموف از دسته دوشنبه با خلعت سفید است. زیازاده از ولایت سوخت. وزاری فرخ حلیموف هم بسیار سریع وقت در 19 ثانیه توانست که صاحب امتیاز اول گردد. اعظم نوریدینوف اکنون حریف خود را انتظار است. غالب همین جفت را زیازاده در دور اول آزاد بود. فرخ حلیموف نوروز حلیموف را پهلوان کلاب شهر را از دسته ختلان 2 را مغلوب کرد و به این دور راه یافت به دور 8-1 نهایی. مبارزه پهلوانان برای شرکت در مرحله 4-1 نهایی است. فرخ امکانیت خوب داشت، استفاده کرد در 19 ثانیه. زیازاده که در یک دور آزاد بود الان قوهش باید نسبت به فرخ دوچند باشد که آزادتر بود، اما جرأت فرخ در این دور خیلی خوب به نظر می رسد.
کسبیت فاروق نسبت به زیادزاده به راستی تفاوت دارد. با امتیاز نگاه نکرده الان فاروق هم بسیار حرکت های بهتر میکند. زیادزاده در مقاومت کسبیت این پهلوان دوشنبه شهر کار را به نفع خویش انجام دادن نمیتواند. رقابت های اول خیلی براستی سوست بودند. سرعت افزایی انا مسئولیت و من مسئولیت. زیادزاده کم تجربه از فاروق حلیموف با مشکلی هم باشد امتیاز ستانید و نتیجه را برابر کرد. بسیار هم جالب. فرصتی دوباره برگشتن به این حالت نیست. البته در انجام در خاتمه ما این لحظه را می توانیم باز هم منظوری شما کنیم. فاروق از چی باشد که در این لحظه فارغ بالی کرد. گمان داشت که همان امتیاز برایش کافی است، اما اشتباه کرد. زیادزاده از بالا میخواهد که بیشتر حریف را دارد، کمربندش را، اما باز هم به این فاروق حلیموف مانع می شود. در گم کردن موازنت باید فاروق بیشتر بله وزاری هیچ جانبی تکیه به پشت بود. فکر میکنم همین امتیازی که بیاد توجه میکنیم حالا به حالت تکراری بعد از معرفی غالب. حلیموف غالب شد. چگونه غالب شد حالا توجه میکنیم. ابتدا به وزری هر دو پهلوانان. اولا پهلوان دوشنبه شهر صاحب امتیازی اول وزری گردید. بله بعدا هم پهلوان سوغدی نتیجه را برابر کرد. سپس پهلوان دوشنبه شهر باز هم وزری دویم را صاحب شد. انا همین ترتیب. بله چون این هم بود واقعا هم جالب. این لحظه هایی که ما مشاهده کردیم و فاروق حلیموف با واخوری 4-1 نهایی برآمد. رقابت دیگر میان حسینوف ابراهیم حسینوف و نسیم بیکوف حالا در میدانند. ابراهیم حسینوف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز خلعت سفید دارد. نسیم بیکوف پهلوان دوشنبه شهر با خلعت کبود است. این حرکت اونقدر بهتر نیست. شاهد قلندر و داور درجه جمهوریوی برای به ترتیب در آوردن کمربند بیکوف دستور میدهد و حسین باشد انتظاری امر داور است. حجمه این سخن معمول گوشین جدا است که گیرید. آی وزری با بیکوف فکر میکنم اما اینجا یگان اشاره هم نشد. وزری با بیکوف من این فکری من از کاملا
کارگردان ضیاءالدین سفر و باز هم سلطان مراد این لحظه را میتوانند که کاملا منظوری میکنند. دقیق این فکرها و بعدا هم داوران تصدیق کردن، واقعا همچنین هست. وزری حلالش بود. بیکوف بسیار هم خوب هنرنمایی کرد. رقابت ادامه دارد. دقیقه دویمی مبارزه پهلوانان در سبقت 8-1 نهایی است. این جفتی هفتمی رقابت 8-1 نهایی است و بعدا بله جفتی هفتمی رقابت 8-1 نهایی. بعد این یک جفتی نیروسنجی 8-1 نهایی صورت میگیرد و اشتراکیان مرحله 4-1 نهایی وزن تا 66 کیلو معین می شوند. اینجا آگاهی البته یک برادر را تهدید میکند، دو برادر را تهدید میکند. به هر دو داور شید داد از میدان. نتوانست دوباره بیکوف که به مبارزه امروزه خاتمه گذارد. دقیقه دویم هم پشت سر شد. با مسابقات جمهوریوی البته چون توجه کردیم که امروز هم 29 نفر در این وزن تلاش دارند. بیکوف نسیم صادقوف را در دور اول شکست داد. ابراهیم حسینوف باشد در دور اول پهلوان شهر و ناحیه‌های تابع مرکز آزاد بود. جفت هفتمی نیروسنجی پهلوانان در سبقت 1-8 نهایی وزنی تا 66 کیلو حالا میدانداری دارند. بیکوف کمربند رو باید بله کوتاه‌تر دارد. وقت اکنون ادامه دارد. اینجا همچون یک لحظه توقف برای همون فاصله تنفس بود که تنها وقتی همون نیروسنجی که 4 دقیقه را در بر میگیرد کاملا رعایت میگردد. وزری حسینوف هم در این جریان توانست. اگر باز هم کارگردان یک بار همین لحظه را تواند منظور کند از وزری هم افضل تر بود. من فکر میکنم بیا توجه میکنیم بار دیگر به همین جریان. ببینید خیلی هم ایپان است. من فکر میکنم بسیار هم جالب ترین فرصت بود برای حسینوف. جالب ترین لحظه بود لحظه بس. باز هم از برزودی و ضیاءالدین سفر خواهش میکنیم که این لحظه را یک بار دیگر منظوری ما کنند. فکر میکنم حسینوف هم در این جریان بسیار هنرش خوب درخشید. این بسیار هم جالب است. ایپان فکر من 100% عمل پهلوان با همان ایپان سزاوار است. اما داوران از حالت تکرار این نقطه را باز هم خلاصه گیری میکنند. ما اندک در جریان این رقابت هم پیشگویی داشتیم که به حقیقت واقعی از جانب داوران تبدیل یافت و باشد اینجا هم شارع بی‌طرف بودن نمیتواند و خلاصه عمیقی خود رو هم دارد. در این جریان باز یک بار دیگر هم میتوانیم تو این فرصتی که داوران مشورت کردن ما این لحظه رو دوباره ببینیم. ابتدا ببینید که چگونه پهلوان بسیار حلوکی داخله رو در همین جریان و این ایپان است. یگان بله واقعا همچنین بود. در حقیقت این دیگر جای گفتگو هم نیست. 100% پرتافت حسینوف ایپان است. برمیگردیم اکنون به غلبه به مبارزه دیگر. حسینوف بسیار هم پیش دستی کرد.
حسین پیش دستی کرد، از اشتباه بیکوف بسیار سری وقت استفاده کرد. جفتی آخرین رقابت‌های 8-1 نهایی. قیومزاده عبدالمسلم قیومزاده ورزشگر شهر دوشنبه خلعت سفید دارد. این پهلوان در مبارزه مقابل فیروزجان زیایف غلبه به دست آورد و به این مرحله برآمد. در خصوص مهارت ابوبکر شیروف می سازد گفت که موصوف هم مسلم بیگ کریموف را پهلوان دسته دوشنبه را مغلوب کرد و با این دور برآمد. وزری شیروف دلپرانه عمل انجام دادش زمینه موفقیت را برایش باز کرد، اما این ابتدای کار است. ابوبکر شیروف از خطاگی قیومزاده بسیار سریع وقت استفاده کرده. آخرین رقابت 8-1 نهایی وزن تا 66 کیلو. بعد این اشتراکچیان مرحله 4-1 نهایی 8 نفر پهلوان امیدبخش مملکت معرفی خواهند شد. به هر دو شی داده شد. حالتی به تخت پوش داشتن حالا آغاز نشده است، چون که پهلوان قیومزاده باید که پای خود را از میان پایهای حریف زود بیرون کند طبق قاعده. اما اکنون شد و اما اندک دیرتر. بعدیانه که از حالت تخت پوش لکه شیروف رها یافته بود. قیومزاده شیروف حالا تلاش و مبارزه شون هم ادامه خواهد یافت. خیلی هم با سرعت قیومزاده توجه کرد. مته حالت بوغی کردن اکنون قطع شد، چون که ثانیه معین خود را دارد هم استفاده این اصول. ابوبکر شیروف در دقیقه اول امتیاز دلخواهش رو به دست آورد. یک لحظه دیگر حالتی به دست فشار دست بود، اما موفق نشد. باز هم در پرتر هر دو مبارزه برده ایستادند. در ابتدا شیروف و بعدا هم قیومزاده. ابوبکر شیروف خواست به پرتر توجه کند. وضعیتش اندکی بعد مقاومت قیومزاده مشکل تر شد. حالتی اصلی کامل نیست. باز هم با همون حالت اوله برگشتن، یعنی از رست. باز هم تلاش پهلوانان اینجا صورت میگیرد. قیومزاده را ضرور است که تمام نیرو و قوه خود را هم صرف همین حالت کند
چونکه ثانیه های بشمار در اختیار دارد. اگر همین ناکامی باقی ماند آنگاه ورزشگر شهر دوشنبه حق اشتراک در سبقت چهاریک نهایی را از دست می‌دهد. 24 ثانیه دیگر. از بالا داشتن مته اکنون از میدان هر دو بیرون شدن. ابوبکر برایش دفاع کافی است، اما دفاع باشد که باز تکیه کننده به حمله. اندک وزری پون بله شیروف توانست که در 4 ثانیه آخرین غلبه به دست آورد و به مرحله دیگر راه یابد، به مرحله 4-1 نهایی. با حسینوف ابراهیم ابوبکر شیروف در واخوری 4-1 نهایی دیدار انجام خواهد داد. و ما بعد معرفی غالب ابوبکر شیروف چون غلبه به دست آورد با حالت تکرار توجه میکنیم. حالا این همان لحظه های خیلی نتیجه بخش، فرصت های خیلی مناسب، جالب ترین نیروسنجی در دوام 4 دقیقه وقتی اساسی پهلوانان در سبقت آخرین 8-1 نهایی وزن تا 66 کیلو که منظور شما گردانیده شد. سلیمانوف و نظریف حالا به میدان برآمدند. کدام از این ورزشگران غلبه به دست آورند آنگاه به رقابت نیمه نهایی میبرایند. درباره مهارت سلیمانوف میتوان دوباره یادآور شد. پهلوان خیلتی سفید داشته در دوری اولی سویف رو شکست داد. سلیمانوف بله، چون در رقابت اول اینجا نفر دیگر رو معذرت پهلوان سوختی رو نماینده ولایت سوخت رو سلیمانوف در دوری اول مغلوب کرد. به رقابت دوم پرداخت. رحمت اللهیف فیردوس از دسته خطلون حریف دومی او بود و به دوری سوم رو خط گرفت. نظریف خیرالله باشد این شاهروخ سید محمد رو در دوری اول مغلوب کرد. بعدن هم سیاوش نظرف رو از دسته شهرها ناحیه‌های تابع مرکز بود او رو هم شکست داد و به مبارزه سیوم راه پیدا کرد و حالا در رقابت 4-1 نهایی قرار دارد. سلیمانوف فلکه یک وزری گرفت. مته امری داور خیرالله نظریف خیلتی سفید دارد، هم نامناسب با پهلوان معروف مملکت. خیرالله نظریف سابق پهلوان، برنده مدال برنجی بازی های آسیایی در شهر هیروشیما ژاپن سال 1994 و این نام و با این نام و با این نسب حالا ورزشگری خلعت کپو داشته در میدان معرفی شد. سلیمانوف هم آگاهی دارد، هم یک وزری
خیرالله نظریف بدون امتیاز الان تلاش دارد. نوبت از اونه که 2 دقیقه دیگر کمتر وقت در اختیار دارند. از این هم خیرالله نظریف رو افتاده نیست. دیگر سمت رو باید اختیار کند. دست رو چون از گریبان یک حرکت دیگه اندکی با همون سر کتفی که با اصطلاح معمولی میل نیست در گوشین جودو رایج است. نظریف کامیاب نشد. اشتراکچی اول مرحله نیمه نهایی رو البته ما با شما بعد 1 دقیقه و 18 ثانیه دیگر معرفی خواهیم کرد. سلیمانوف فشار رو در پارتر ادامه نمیدهد. خیرالله نظریف باید که دوچند مهنت کند. 1 دقیقه وقت دیگر دارد نظریف. باز هم عمل سلیمانوف. درباره فارغ بودن از این داشتن دست چون ما بیشتر و زیادتر هم گفتیم. از بالا داشتن برای خیرالله نظریف بسیار موافق است. اما سلیمانوف خوب میداند پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان که بیشتری عمل و حرکت ها در حالت راست بودن به وجود می آیند. عمل های البته ثمرآور، کوشش های نتیجه بخش. در پارتر کم، حالا که برعکس اینجا هم برعکس هم نباشد اما با موازنت و با تناسب اگر توجه کنیم در پارتر هم بسیار امکانیت ها موجودند برابر حالتی راست بودن. اما اینجا ما راستی کم مشاهده کردیم حالتی تخت پشت یا لدادن دست. اینجا هم وزری پون. سلیمانوف اکنون از این مرحله نتیجه دلخواهش رو به دست آورده توانست. اولین اشتراکی مرحله نیمه نهایی وزن تا 66 کیلو. خدابخش سلیمانوف پهلوانی که خیلی خوب موفق شد و در همین اثنا توجهش هم برای استفاده عمل جهت دریافت امتیاز باز هم وزری بود و کامیاب هم شد. امامعلی نورعلی با صدرالدین زاده فضلالدین هر دو پهلوانان شهر دوشنبه به رقابت 4-1 نهایی راه یافتند. جفت دوم نیروسنجی پهلوانان در این مرحله آغاز گشت. امامعلی نورعلی با خلعت سفید در لحظه های آخرین سبقت آخرینش هم خوب ایستادگی کرد و دست بالا شد. صدرالدین زاده فضلالدین و گفتیم در این مورد این اشتباهی ما نیست. براستی در صورت مجلس اینجا هم صدرالدین زاده نام نویس است اما در تابلو صدرالدینов. به هر نوع اینجا هم یادداشت شدن یک فکری عمیق و نظر مشخصی خودی مسئولین رو دارد که در این سمت باید که هر دو هم اینجا یک زیل و یک مرام باشند، چی در صورت مجلس و چی در تابلویی که ما مشاهده میکنیم. اکنون رقابت رو باز اینجا هم پهلوانان ادامه داده ایستادند.
ҳунари اینها андаке фарқ мекунад нисбат ба ду даври дигар, чунки нафарони тасодуфӣ аллакай аз майдон хориҷ шуданд, маъзарат берун шуданд, яъне баъди бохт аллакай дигар ҳаққи ширкат дар марҳилаҳои баъдиро ҳам аз даст доданд. ҳар қадар фишор бештар бошад, заминаи шидо барои паҳлавоне ки мубориза мебарад ба вуҷуд меояд ки ҳарифаш шидо гирад. инҷо ҳам як тарафа доштанд, аз сари осин ҳам бо агар инҷо ангушт ворид бошад, тартиби доштан ҳам нодуруст бошад, боз як кӯшиши Эмомалӣ Нуралӣ. ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ барои амалӣ кардани ин матлаб аммо натавонист, комёб нашуд. мушоҳидаҳо собит месозанд ки дар 2 дақиқаву 15 сонияи вақти сипарӣ шуда аллакай боз ҳам ҳамон малакаи ҳарду паҳлавон ҳам варзишгарони пойтахт баробар аст. кадоме акнун иштибоҳ мекунад ки тамрини кам дорад ва масъулияташ дар сабқатҳои ҳасоси мураббиён албатта камтар ба назар мерасад. воқеан ҳам ин маҷмӯаи варзишии Зарафшон имрӯз ҳам паҳлавонони умедбахши моро ҷамъ овард аз тамоми манотиқи кишвар ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо миёни ҷавонони соли таваллудашон 2000 ва 2002 аллакай нафарони арзанда ба марҳилаҳои асосӣ роҳ меёбанд. яке аз онҳо Сулаймонов аст ки ба вохӯрии ниманиҳоии аввалин шуда роҳ хат гирифт ва ҳарифи Сулаймонов ё Садриддинзода аст ё Эмомалӣ Нуралӣ, чунки ҳарду ҳама ба ҳарду бояд инҷо акнун ба Садриддинзода шидо доданд. амалаш андаке сустар буд. Эмомалӣ Нуралӣ кӯшиш мекунад дар ин раванд. ҳарду паҳлавони душанбешаҳр наметавонанд аз якдигар имтиёз ситонанд. ин ягон натиҷа ба бор наовард, чун ин ҳаракатҳо албатта самаровар намешаванд. шидо боз ҳам ба Эмомалӣ Нуралӣ дода шуд. кор то ба куҷо кашол меёбад? ба имтиёзи тиллоӣ ё ҳамон 25 сонияи дигар ҳам барои яке аз ин паҳлавонон натиҷаи беҳтар ба бор меоварад. оғози нерӯсанҷӣ инҷо ҳам сарчашмаи ҳамаи рақобат ҳам аз ҳамин манша мегирад. вақти асосӣ ғолибро нишон дода натавонист. таваҷҷӯҳи мо ба ҳамин гилем аст, аммо муборизаи паҳлавонон дар вазни то 73 кило дар гилеми дигар ҳам бисёр пуршиддат аст. барои имтиёзи тиллои ҳарду паҳлавон ҳоло муборизаро оғоз карданд. пойро Эмомалӣ Нуралӣ бояд зуд аз миёни пойҳои ҳариф гирад. дар сурати ин корро анҷом надодан
او برای داشتن حالت استحکام موفق نمیگردد. چون این هم شد. امام علی نورعلی دوباره یک حرکت دیگر و یک کوشش نتوانستند. صدرالدین زاده کوشش کرد اما امام علی نورعلی عکس عمل رو خوب استفاده کرد. از همین نقطه نظر این حالت خاتمه بابرا را نشان دادن نتوانست. باز هم امام علی نورعلی و صدرالدین زاده هم در وقت اضافه دقیقه اول رو هم به نتیجه پشت سر میکنن. اندک خطاگی صدرالدین زاده را مشاهده میکنیم در استفاده عمل هایی که البته بسیار هم نگرانی رو به بار میارد. باز هم دوباره همین عمل، اما امام علی نورعلی هم باید خوب داند که برای او البته عمل استفاده اصول و حرکت های منفیت بخش ثمرآور باید لازم باشد. خیلی هم نزدیکی داشت، خیلی هم تکیه کننده به همان امتیاز ضروری و ضروری. صدرالدین زاده وقت رو چی کشال میدهد معلوم نیست. در گلیم ایپون وقت انجام انا همین است. فارغ بالی انا همین است. فارغ بالی صدرالدین زاده درست برحق. صدرالدین زاده حالت رو صرف نظر کرد و امام علی نورعلی در این جریان توانست که کامیاب گردد. چگونه از فارغ بالی حریفش استفاده کرد به توجه میکنیم. این حرکت های قبلی بود که یگان نتیجه چون مشاهده کردیم که به بار نآورد. بعدا هم پشتناکی خواست که عمل معمول جودو را استفاده کند، نتوانست. امام علی نورعلی در ادامه رقابت انا همین فرصت را امام علی گمان داشت که اینجا داور استید میگوید به این حالتی که ببینید خود را آزاد گذاشت. براستی از اشتباهی حریف همین طور استفاده میکنی و سزاوارانه امام علی نورعلی به آخری نیمه نهایی برآمد و با سلیمانوف در سبقت نیمه نهایی نیرو میسنجد این ورزشگر. جفت سیوم مبارزه 4-1 نهایی پهلوانان اعظم نوریدینوف پهلوان شهر و ناحیه‌های تابع مرکز در 20 ثانیه اول شیدو گرفت. فرخ حلیموف پهلوان شهر دوشنبه خلعت کبود دارد. در جستجوی جوی راه‌های باثمر الان فعال هست. فرخ در دور اول نوروز حلیموف را شکست داد. بعداً در دور دیگر که زیازاده آزاد بود پهلوانی سوختی با فرخ مبارزه بود و فرخ هم صاحب غلبه شد و با این سبقت 4-1 نهایی برآمد.
اعظم نوردینов бошад намояндаи вилояти мухтори гӯистони бадахшон дидор қувватовро дар даври аввал мағлуб кард. дар муборизаи дуюм юсуфзодаро ҳам шикаст дод ва ҳоло нуриддинов бори сеюм аст ки ба майдон меояд. дар гилеми дигар буд паҳлавони суғдӣ ва зари баҳогузорӣ шуд. дар гилеми мо ягон имтиёзи ҳарду паҳлавон ба даст наоварданд. нуриддинов дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро муаррифӣ мекунад ва фаррух ҳалимов дастаи ҷавонони шаҳри душанберо. باز هم یک حرکت دیگر اینجا امتیاز نیست. مته به مرکز میدان باز هر دو می آیند. واخوری سیومی 4-1 نهایی است. بسیار با سرعت با غیرتانه بعدی مته بود من فکر میکنم ولی امر داور بود اینجا استید. حلیموف اکنون در این دیدار فشار را زیادتر کرد، توجهی بیشتر شد و اشتباهی حریفش نورالدینов هم در این جریان بیشتر بود و حلیموف توانست که نفر سیوم معرفی شود برای اشتراک در واخوری های نیمه نهایی. تلاش به خاطر البته خطاگی حریف بود که الکی 1-2 سیمی شید و ورزشگر را از میدان خارج میکنن و همین طور هم شد و جفتی آخرین 4-1 نهایی وزن تا 66 کیلو. توجه میکنیم به لحظه آخرین حتی با معرفی هم فرصت نشد. حسینوف ابراهیم به میدان برآمد و بسیار هم در این جریان شیروف مهارت بلند نشان داد و ابوبکر توانست که قبل از انجام وقت در 10 ثانیه اول نتیجه بهتر را به دست آورد و صاحب راحت به مرحله نیمه نهایی گردد. واقعا هم احسنش میگوییم و بسیار هم در سطح بلند بود. دوستان عزیز، گزارش ما از جریان مسابقات جمهوری آید و گوشین جودو میان جوانان به انجام میرسد. قسم اول رقابت ها را ما منظور شما کردیم. البته پگاه باز هم نیروسنجی های جالب را ما میتوانیم که منظور شما کنیم. سلامت و سرفراز باشید.